دورسال استیک لاینمون ریورسی دیفورمیتی داره، باید سعی بکنی بهترش بکنی، یه کانتور درست بکنی. دماغ نوکتیز دوست ندارن، میخوان از کیزی در بیاد بینیشون. خدمتتون عرض بکنم که استخون بینی رو بعد از دو طرف یه مقدار جمع بکنی. نوک بینی میخوان یه مقدار بیاد بالاتر و یه قرص ملایم پیدا بکنی. چجوری با من آشنا شدی؟ من که دوستانم داخل سالن آرایشی بودن، کارشون رو دیدم، بینیشون رو دیدم، چند تا پزشک دیگه هم رفته بودم، ولی خب کار آقای دکتر رو انتخاب کردم. من دارم میرم. Wow.